چند روز پیش خبر تحت عنوان ممانعت ایده از ویلاداران از کشاورزان برای لایروی نهر آب کشاورزی بود که من امروز از محل بازدید داشتیم و دیدیم که بنده خدا ظاهرا ساکن تهران و زمین که از بومیان خریداری بوده بود نهر آب را بدون رعایت حرایم قانونی جاده و آب تو محوطه خودش آورده و حسابگذاری بوده بود. ظاهرا کشاورزان برای لایروی نهر آب بود و اون ممانعت بوده و گفته بود که منم ملک بیم و اجازه ندم برای لایروی شما وارد مجموعه من بدید. خب اون رودخانه جناب نقدی سالها در واقع مورد استفاده کشاورزان بود و الان آقا بومو در حریم حیات خودش تا بعد از دیوار بله از سردنه رودخانه اصلی فوشه شاید بالغ بر چندین هکتار شالیزار از هم نهر آب باید بهره مند بود. بنده خدا با چنین ملکی که خریداری بوده بدون رعایت حرایم نهر آب و محصور بوده و الان هم شاکیه که نباید کشاورزان باید خو حیات میانی و لایروی نهر آب انجام بده. خب اما پیگیری بوده از رودخانه در حیات خودش چه استفاده بودن در بود؟ باغ داشتیم مگه؟ اشم بیشتر برای اون تراوت آب و از اون زیبایی محوطه خودشون دوست دارد که نهر آب داخل محوطه ببرد. جالب این که حتی ایده آلاچی و چوبی هم روی نهر بساخته و خیلی برای همه که امروز بازدید داشتیم جای تعجب بود که آقا چرا دسترسی کاری بوده. بیش از نیم قرنه که مردم روستا از نهر آب به عنوان آب شالیزاری استفاده کنیده. اون آقایی که از تهران، اصفهان، شیراز تشریف میارن سرمایه‌گذاری میکنن میخوان که به نفع اصلا از این طبیعت به نفع خودشون مصادره کنن، به نفع خودشون استفاده کنن و این موارد فرهنگی و قومی را دیگه نگاه نمی کنن که آقا ما مالک یه قطعه زمین هستیم، نه فرهنگ کل روستا، نه اقتصاد کل روستا. خواهش و تقاضای من اینه که اولا زمین‌های کشاورزی خودشون را تا جایی که مقدور هست نفروشن. اگر به ناچار دارن مجبور میشن که این زمیناشون رو بفروشن، اولا باید خریدار رو توجیه کنن. آقای خریداری که تشریف میاری فرهنگ اینجا این شرایط را داره، اقتصاد ما اینه، این نهر آب برای همه مردم. در غیر این صورت با واکنش مردمی مواجه میشی که زیانش بیشتر از این استفاده‌ایه که میخوای از این منطقه داشته.